به دنبال برگزاری جشن نوروز کردی در 28 اسفند سال 1403 در حاشیه شهر ارومیه و نمایش یک کلیپ تحریک کننده و تجزیه طلبانه توسط تعدادی از پامکردیست‌ها با نمایش پرچم مجعول کردستان و موضع‌گیری‌های نسنجیده و احساسی رئیس شورای شهر ارومیه، تعدادی از عوامل پانتورکیسم در این شهر اقدام به فراخوانی برای تجمع در دفاع از آنچه هویت ترکیه ارومیه خوانده میشد در دوم فروردین 1404 کردند. در همین راستا تعداد زیادی از مردم عادی ارومیه که تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ای قرار گرفته بودند، به زعم خود برای دفاع از هویت قومیتی خود در خیابان حاضر شدند. از سوی دیگر این روز مصادف با 21 رمضان، سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، روزی که طبق رسم هر ساله آیین عزاداری خیابانی در شهر ارومیه برگزار می‌گردد. برنامه عزاداری خیابانی هیئت‌ها و مساجد طبق روال سال‌های گذشته از ساعت 10 صبح آغاز می‌گردد. اما عوامل پامکردیسم و پانتورکیسم قبل از شروع ساعت عزاداری در خیابان امام خمینی ارومیه حضور پیدا کرده و به شعار دادن علیه یکدیگر پرداختند. این اجتماع که با درگیری طرفین همراه شد، منجر به دخالت پلیس و متفرق کردن آنها شد. لکن پانتورکیست ها سعی در نگه داشتن مردم در کف خیابان داشتند. با شروع مراسم عزاداری و حضور دسته های عزاداری در خیابان امام خمینی ارومیه، کم کم آن دسته از مردم عادی که به فراخوان پانتورکیست ها در خیابان حاضر شده بودند، با دیدن دسته های عزاداری به احترام مراسم شهادت حضرت علی علیه السلام به دسته های عزاداری پیوستند، بدون اینکه پانتورکیست ها خود را در خیابان تک و تنها یافتند. حضور مردم در بین هیئت‌های عزاداری به طرز چشمگیری افزایش یافت، تا جایی که خیابان امام خمینی مملو از جمعیتی شد که یک صدا فریاد حیدر حیدر سر می‌دادند و ارادت قلبی خود به خاندان مطهر امامت و ولایت را به زیبایی به نمایش گذاشتند. بدین ترتیب فتنه‌ای که توسط تجزیه طلبان برای این مرز و بوم طراحی شده بود، با حضور دسته‌های عزاداری و هوشیاری مردم شهر ارومیه خونسا و به یک حماسه دیدنی در راستای تعظیم شعائر اسلامی تبدیل گردید.